به نام آفریدگار مهر و مهربانی. در خصوص موضوع رنج 2 سوال اصلی وجود داره که هر انسانی که خودش دچار رنج میشه و یا انسانی که به رنج‌های دیگران فکر میکنه و میاندیشه، این 2 سوال چالش‌های اصلی ذهن اون هستن. اول اینکه رنج از کجا میاد و از کجا نشأت میگیره، و دوم اینکه چرا رنج باید وجود داشته باشه. و زمانی هم که این باور رو داری که جهان بر اساس حکمت یک آفریدگار حکیم و عالم آفریده شده، این 2 سوال بیشتر به ذهن خطور میکنه که پس چرا رنج وجود داره و اگر اون خداوند حکیم هست، در دل این رنج ها چه نقش و کارکردی وجود داره، یا با عبارت بهتر چطور انسان میتونه با رنج ها هم مواجهه درستی داشته باشه و اونا رو همانند شادی ها بپذیره. البته طبیعی هستش که انسان در نگاه اول کارکردی مثبت و نقشی مثبت برای رنج قائل نیست و حتی اگر بخواد بر اساس آموزه‌های الهیاتی به رنج نگاه بکنه، حتما میگه در گذشته من مرتکب یک خطایی و گناهی شدم که الان دچار رنج شدم و بر همین اساس میاد و گذشته خودش رو مرور میکنه، ورق میزنه تا به یک علتی برسه که بر اساس اون بتونه خودش رو مستحق اون رنج بدونه حتی، و به این ترتیب تحمل اون رنج رو برای خودش راحت‌تر بکنه، که همین هم باز در نهایت خودش موجب تولید رنج میشه و فرایند باز تولید رنج رو رقم میزنه.